به شما ای فرزندان می نویسم، چون که گناه های شما به خاطر اسم او آمرزیده شده است. به شما ای پدران می نویسم، چون که شما او را که از ابتداست شناخته اید. به شما ای جوانان می نویسم، چون که شما ابلیس را مغلوب کرده اید. به شما ای بچگان می نویسم، چون که شما پدر را شناخته اید. به شما ای پدران نوشتم، چون که شما او را که از ابتداست شناخته اید. به شما ای جوانان نوشتم، چون که شما پرزور هستید و کلام خدا در شما ساکن است و شما ابلیس را مغلوب کرده اید. جهان را دوست ندارید، نه آنچه را که در جهان است. کسی که جهان را دوست می دارد در وی محبت پدر نیست. زیرا هر چی در جهان است، شهوت جسم، هوس چشمان و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از این جهان است. و جهان با هوسهایش گذران است. اما کسی که اراده خدا را به جا می آورد تا ابد باقی است.